السلام علیکم یار دوستان محترم هواداره کانال. امروز 3 آگوست 2022 بازار چهارشنبه، بازار چسکی یکم چسکه این زمان قرار داریم در چهارشنبه بازار یکم چسکه. این کورس روبل روسی را برابر دست به 163 سومانی روبل روسی پایان رفته است. پایان رفتگی است. شخصانی که از من درخواست کورس روبل روسی کرده بودند، روبل روسی کمی پایان رفتگی است. حالی اندکی هم باشد برای شما دوستان. یک نواری کوتاه همه گرفت. چندش گرفته نکه گوساله را 3250 نخ بالا رفته یا 3250 سومن یک گوساله چی گفته که غولینگک. ولی برای شما اندکی باشد از نرخ و نواهای بازار یک خبردار میکنیم. نمیزند که روبل روسی در ده 160 بوده است. یکم بخور یک ببینم چندش درصده. دیگه نمیتونم آوره بخی جامعه سنده بدی شب گفتی در اینترنت سنزی 600 کرست بزرگ نرخ یعنی این بخور است 13600 سومانی. من کسب کوره دیخوام برکتی ها آقای جانگیر ها این شب کدام میگو رفت بخواه جانگیر کدام خبردار بوده بخواه جانگیر 30 فرد داد. من همین شب افیر داشتم کدام همون خیلی چندش کرد دادیم؟ حال هیچی. در حق دیخونش دعا کنید که من خیلی با بخور فرقیش میکنه برای جامعه گوشت پیشنهاد میکنه. تقریبا 1 تن است ایده. همین خچی در خبته اخ ناز نمیبینیمش 8000 است. 8000 سومن. چندش کرده در بازو امیر شو 10,000 سومن. نرخ ناز چی بابند نمیتی گو چی تو میبود 10,000 سومن. بچه هم نموشه از بزرگ کمتر گوه تغییر افتیان گوساله چو سال کلمش در آمدگی است. نسبتی وای بزرگ خیلی گوساله چه مایده بود. طبق درخواست شما دوستان با آقای جهانگیر هم با قشن در آوردن بازار با او همه کلام آقای جهانگیر ان نرخات فروختن ها
چندش کردم؟ شش هایصد که این غنوجین چی؟ غنوجینش نقد میکرده نه؟ نه کوی خودم مثل همیشگی دویم در بازار گوساله رو تعمین میکنم بازار با گوساله رو تعمین میکنم ها کو چند کار بازو؟ این 28 نیم کردم 28 نیم کرد در نوروی گذشته رقم یکم هست این یکم هستیان گو گوساله های ناز بازار میبیارم میتونید از این که از باز زکاس کنید برای شما گو گوساله های ناز میارم این کدام گفتگی بود که گوی یوشی علوی زویدگی باشد این یکم میآوند تو رقم در نوروی گذشته است خب با یک بار دیگه میگوییم چند؟ رقم تلفن 940 میتونه زنگ زنید با قچشی مور چند کار بزرگ کو؟ 4 نیم؟ نه 4 نیم کار است بزرگ سوی باشه که اگه بسیاری ها میگه که سوی باشون هم نشون ده 4 نیم کار است حاجوهای خنوجین چند کار است بزرگ؟ 600 اول باقی گرفتگی نیست کسره خنوجین قصر 600 دکتر دورگار نه خاطر نگرفت است 600 کار است بزرگ هر سوناکو نچپول بولی سلام علیکم اگه پروگرام علی بابا دیگه 5 نیم هوپا چه سماج کردی من گوی قصر دست بزرگ 7 نیم کار شده است بود سویبش نمیگه برودی فربه میتوه رنگی بقا بوری نه نه پشتش هم نازد چونه که توی دوران میتونن گرفته پشته میکنن دی نارمال 7000 سوم 7 نیمو بخشش یعنی خنوجین بزرگ 45 کار است شما دوز نباشه شما حجبوی چند کار بازاری گوه 400 کار است بزرگ خنوجین 4100 سوم نه بزرگ نه کار است نه که وزید کنم نمیتونه نه کم 8000 بخوره نه کرد تو وقتی اینی سوده بزرگ شد آنم بخوره نه در قوت است که الوانه 8000 سوم نرخ کرد سودیان جب نگفت انا غنوجی بزرگ 3800 کار است بخشش میپرسم مو بازتون در گاب میخوابه 3800 سومونی کار است بزرگ غنوجی با شامپون شستگی تازه انا در گوشه تازه میگرد ده همزش یک پیونه 3800 انا غنوجینچی الان 3000 سومون کار است بزرگ و چورا بودش دلاله بزرگ امینو دیا کم نیست انا غنوجینی بغوز بودست ما هش معلوم نه چند ماه 63 کار است بزرگ غنوجینچی ناس
63 کاره است نه که چند ماه هست معلوم نیست صاحبش نمیدونم بچه میگن نمیدونم چند ماه هست بغوزیش نه معلوم نه آقا همه خیلی گفته آره گپای هوای میگن اینا کم مول بازار مسجد کسانی که فتپسات نکرده باشه حتما در همین کانالشون عبونه میشه حکیم لابرو میخارتش خدا خواه میخارتش چندش کر بازار چند کر نقشه 19 بوچی بچهش نره او بچهش نره بوده بازار 19 چه شیر داره شیرش کیلوس گوساله 5 لیتر شیر داشته است نه بچه هم نظر دو بچه سوی باش یه سوی دیگه هستم در یوتیوب پارتوفتم انا گوی بیشو 12 کاره است حاضر یکم زویش بوده یکم گوساله بو بغوز بوده 8 لیتر شیر دوسته رقم تلفناتون چند کو رقم تلفن 92 766 64 61 میتونه زنگ زنید بو هسته در خونه خیلی گوی پرودستی بچه نازن گوی بیشو به خواتر زنکار نمیزنن به شوخش نمیبرداره بچهش موده بوده است 12 چند کار است بگو تکمیل نودونه که خودش گفت که رقم تلفن ما را مونه اتک نمیمونه هوا بازار چند کار شده بچهش نره یا موده نه بازار 12 کار شده چه میترسه دیگه کسی اگ نداره انشالله بچه‌م نارنگ بود است 12,000 کرده است بزرگ نمی‌شده یه چه شیر داره شیرش چقدر 7 لیتر 7 لیتر بوده اونم وحیمش همین گوی اوچ بچه چند کار بزرگ تال نخند کرایش کن بچهش نر بوده چه شیر داره چی باید دم تو گاش آب شده خانه 5 تا کفیل بوده شیرش 9,500 کرد هم در ویدیوش در نواره پیشنهاد هست هر بزرگ همین بچه گوی نغز میبیاره اوش بچه تلفنش هم میمونه در اون را میتونه در همین اکم بو زنگ زده باید کنه 7,000 به گوساله است نمیگه به بخور بازار شنکر نه چند؟ 8,300 سابلوش دست چند سم داشته؟ 77 بغوزه 3 77 بوده قصر 1500 سودا میشن این گوسفندچه ها نر و موده ارلش هم
همه نره 1500 کوتره هر چارش 55 براچه فسان بوده ماشاءالله اینه با خچه شو 83 کرد یا صاحبه 83 کرد وای مرتضی چند شد؟ این ها؟ نه 11 نیم که رسم این فکر کلون 20,000 گرم است باز هم سوداش دستریا کرسن 20,000 که رسم انا ماشاءالله 27,000 که رسم بازار نه که خیلی نرخی ارزنده نه زیاد میارده کم نه دیگه آخیش که زور نرسید 27,000 که رسم ماشاءالله دویم بقوی بهترین جوانگر تعلیم میکنم بزرگ با این بودنده که من برای شما دوستان نوار کردم ها باقی سربلند و خانواد باشه ده بابا قناجی چند شد؟ ها؟ سینی؟ محمد امی یک کلیم بر اومد من گوی اوچه بچه دویم زویش 15 کرس بزرگ چند لیتر شیر داره؟ داشتی که 12 داشتی 12 داشت است یه غرض گوسال است این بود انده که برای شما دوستان نوار کردم اکنون من به فکرم جنبست میکنم بازار جنبستی بازار خدا خواهد با تا چهارشنبه های آینده در خانه خدا باشید اکای توی خان مثل همیشگی و علیکم سلام برکی و بابای توی خان سلام علیکم خوشبام نرخ نوای همین چیزا رو پرسین گفتیم گندم چند شده؟ 5 کنجوره چی؟ کنجور 5 این چرکی نشی گندم 5 سامانه برای ما جوری؟ جوریش سامان 30 درهم جو 4 سامان 70 آن نرخو را شنیدید میتونید امی اکرم زنگ زنید اگر رقم تلفنتون چنده همه دو زکست کنن 757 31 22 میتونید تا در خانه‌تون دسترسی میکنن شخصانی که گاو و مول پرورش میکنه رکی و اور 340 بعد دلپر باشه مهاجر اور تا قیمت نشده کار از نگیره ارزش شده او ارزان شده است دسترس هم هست بچه اکو نور محمد پلو رو های کنید اکو نور محمد ششلیک بدر اومده السلام علیکم یار و دوستو من ششلیک تختچه تختچه رو هم میسازیدم و من خریب تختچه اگه لیسنس ایوای ندارم مرغین هم داشتین چی؟ اوبای خنوکی و چند شد ششلیک؟ ششی دهی سنزهی مرغی سنزه ها؟ کریلیشکی خنوتای مرغ خنی باید شاگرد دیگه تو هر بار میبرم خیلی میگنه
زکات حالی هم هست اما لوگو جو همون رقمای پیشینه چند بود یه بار دیگه 34 73 منم میتونه زنگ نه لوگوی توچکی چسکی یک ده تو دوازیش بود دست تفکه بوده این بود انده که برای شما دوستان نوار گرفتم از مول بازار یکم چسکه اگر به کانال سابسکرایب نکرده باشه حتما در کانال ابونه میشوید و در زیر ویدیو ها لایک و فکر اندیشه خوبی خود رو میگذارید باقی سربلند و خانه آباد باشه.